سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بهتون دو تا اتچمنت از تایپ 19 و اودن رو بهتون بدم که واقعا با این دو تا اتچمنت این دوتاگان خیلی قوی میشن. این دوتاگان با این اتچمنت که بهتون میگم اگر بهترین نباشن قطعا جزو بهترین ها هستن. با این دو تا اتچمنت که الان در ویدیو نگاه میکنید، آخر ویدیو براتون اتچمنت ها رو میذارم تا بتونید استفاده کنید. همونطور که در این ویدیو میبینید این اتچمنت اودن واقعا اودن رو قوی تر کرده. حالا نمیدونم چه فرقی با معمولیش کرده، ولی این رو که حالا در جلوتر بهتون نشون میدم. اودن انمی ها رو با 2 یا 3 تا تیر میکشه و تایپ 19 بین 3 تا 4 تیر انمی رو میندازه. اینجا من بین این دو نفر گیر کردم، البته از شانس منم اینجا بات لابی بود و روبرون بات انداخت، اما ببینید که چجور خوب میزنه. از نقطه ضعف های این دوتا اتچمنت که بخوام براتون بگم، خشاب کمشونه که واقعا کار یه خورده سخت میکنه، ولی اگر موومنت خوبی داشته باشید همراه با موومنت خوبتون و این دوتا اتچمنت قطعا بازیتون بهتر میشه، بهتر از این که هستید. و ازتون میخوام که ادامه ویدیو رو که همچنین دارین نگاه میکنید و تا اینجا اومدید و وقت با ارزشتون رو گذاشتید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم داخل کامنت ها به اشتراک بذارید و اگر خواستید هم میتونید کانال رو هم سابسکرایب کنید. در اینجا اومدیم اینجا دوتاگان رو تست کنیم. دمیج ها تایپ 19 اول با تایپ 19 شروع کردیم و حالا اودن رو هم بعدن میارم. و تایپ 19 با 4 تا تیر اگر به سینه حریف شلیک کنیم با 4 تا تیر انمی رو میکشه و هدشات هم با 3 تا تیر اگر شلیک به سر داشته باشید با 3 تا تیر. اودن تعداد همون چیزایی که گفتم هست، ولی با یک اختلاف یک تیر کمتر که شما با اودن میتونید 3 تا تیر که به سینه حریف خودتون بزنید. اینجا هم دارین میبینید داریم تست میکنیم این دو اتچمنت رو و همونطور که گفتم اگر 3 تا تیر به سینه حریف خودتون با اودن بزنید اون رو میکشه و همچنین با 2 تا تیر انمی رو میتونید هدشات بکشید. همینجور که دارید میبینید با 3 تا تیر تایپ 19 انمی رو هدشات کرد و کشت و اینم اتچمنت اودن هستش که براتون میذارمش روی صفحه. و اگر تا اینجا نگاه کردید و وقت با ارزشتون رو گذاشتید، ممنون میشم که ویدیو رو یه لایک کنید و کامنت هم برام بذارید و نظر خودتون رو در مورد این دو تا اتچمنت برام بگید و بگید که از 1 تا 10 به این دو تا اتچمنت چند میدید. و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.